برای این کیف لقمه احتیاج داریم به یه پارچه اصلی، پارچه آستری و یه نایلون به طول و عرض 25 در 30 و یک کش 15 سانت سرزیپ و زیپ متری. پارچه اصلی رو لایه میذاریم کنار، آستری و نایلون رو با هم دیگه میدوزیم. بعد از اینکه دوختیم وسط 4 طرف پارچه رو مشخص میکنیم و علامت میزنیم. بعد 4 تا نقطه رو به هم دیگه وصل میکنیم. بعد از اینکه وصل کردیم یه طرف رو وسط یه طرف دیگر رو مشخص میکنیم و کش 15 سانتیمون رو طبق تصویر به این قسمت میدوزیم، وسط کش به وسط خط کوچکمون. بعد طرف دیگر هم تا میدیم و به وسط میدوزیم. بعد تا میزنیم پارچه رو و قسمت بالای پارچه رو هلال میکنیم. بعد از اینکه هلال کردیم میذاریم کنار و قسمت پارچه اصلی که لایه زدیم رو بر میداریم و زیپ رو بهش میدوزیم، روی زیپ به روی پارچه، روی زیپ به روی پارچه میذاریم و دوخ میزنیم. بعد این قسمت دیگه زیپ رو جدا میکنیم و اضافاتش رو برش میدیم. دور تا دورش رو چرت میزنیم و یه اتوی حسابی میزنیم. بعد میذاریم 2 تا پارچه رو روی هم و میدوزیم. بعد از اینکه دوختیم این درز رو سبک میکنیم و چرت میزنیم و برمیگردونیم. حالا یه دوخت روکار میزنیم. بعد از اینکه دوخت روکار رو زدیم سرزیپ رو رد میکنیم. یکم که رد کردیم برمیگردونیم به پشت. یه بندینکی که از قبل آماده کردیم به قسمت قرار میدیم و دوخت میزنیم. بعد با یه نوار قسمت پایینش رو پاکدوزی میکنیم. اینجوری تمیز دوزی میکنیم. بعد برمیگردونیم. این کش ها باعث میشه که لقمه ها باز نشه. اینم کیف لقممون.